در شهر خوجند محفل علمی و ادبی برگزار گردید که آن به روز بین المللی اویله بخشیده شد. محفل در خانه عقد نکاح شهر خوجند با تشبث رهبریت و هم شعبه کار با زنان و اویله مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر خوجند گذرانده شد. در آن اویله‌های نمونوی شهر که بیش از 35-40 سال خوشبختانه زندگی می‌کنند دعوت شدند. مقصد از دعوت آنها این شنیدن قصه‌های زندگی نامه شخصانی روزگردیده به حساب می‌رود که امروز برای اویله‌های جوان نمونه عبرت است. طولی 45 سال است که همراه اتفاق زندگی میبریم. صاحب نبیره داماد، نبیره کلین هستیم و ما شکرانه میکنیم که در فضای آرامی، در فضای خرسندی و خرمی سرسبزی دیارمون زندگی به سر میبریم. ما به نوجوانان مراجعت کرده میگویم که حیات طغیانهای خود را دارد، پستی بلندهای خود را دارد و این همش صبر و طاقت لازم است. به نصیحت‌های کلانسالان گوش کردن لازم است. تا پیر نیست تدبیر نیست میگویند در عرفیت. برای همین جوانان باید که اشتوری که میگویند حیات این مسابقه نیست. اگر همین یکدیگر فهمی شود، گپ به گپ موافقه شود، دیگر البته حیات شیرین میشود، بخت میبینند، فیض و برکت روزگار میشود. میسر قهاری مدیر بخش کار با زنان و اویله مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر خوجند تبریکات رئیس شهر خوجند فردوس شریف زاده را قرائت نمود که آن به روز اویله بخشیده شده است. تاکید گردید که بنابر کارهای ترغیباتی و فهماندهی تا رفت در شهر خوجند سطح جداشوی اویله ها کم میگردد. این از بلند شدن معرفت و مدنیت اویله داری درک میدهد، میگوید میسر قهاری. روز بین المللی اویله را برای هر یک شما و تمام ساکنان دیارمان از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند مبارکباد نموده روزگار آباد و آسوده و استواری بینای اویله را تمنا دارم. طور معلوم است اویله رکن اساسی جامعه محسوب می‌یابد و اعضای آن با سالمی و فعالنوکی خود به جمعیت و دولت نفع زیاد می آورد. اویله و اویله‌داری پیش از همه در اساس عشق پاک و صداقت و وفاداری استوار است. در زندگی اویلوی صبر و تحمل و صداقت و وفاداری استوار است. در زندگی اویلوی صبر و تحمل موقع مهم دارد. هر فردی که این همه را پیروی نمود مدام به مراد خویش میرسد. روز اویله در شهر خوجند با قصه های اویله های روزگردیده صورت گرفت، زیرا آنها از زندگی پرپیچ و تاب و پست و بلندی خود با اویله های جوان معلومات دادند. گفته شد که باید امروز جوانان به سخن شخصانی روزگردیده اعتبار دهند، مصلحت شنوند، زیرا کاری به مصلحت عاقبت خوب را به بار می آورد. بنیاد اویله این سپاریدن دستی عروسی و تکیهگاه یک مرد نیست. این سپاریدن انسان است به شاهکاری‌های طبیعت که از آن نسل انسانیت دوام می‌یابد. خانواده یعنی اویله قدرت دایره عشق بوده است و با تولد هر اعضای نوع آن قدرت عشق محبت خانواده بزرگتر می‌شده است و راز یک خانواده خوشبخت این است که اعضای خانواده یاد گرفتند که به همدیگر محبت نمایند و به همدیگر عشق بورزند. عبدالغفار زیوف نزدیک 50 سال میشد که با همسرش زندگانی میکند. هر دو کارگر بودند. در پستی و بلندی ها صبر را پیشه کرده تا امروز خوشبختانه عمر به سر برده ایستادند، زیرا صبر میوه شیرین دارد، میگوید عبدالغفار بابا. نصیحتش برای جوانان این است: بی پیر مرو در میمانی هرچند سکندری زمانی. زندگی ما نغز بود. خدا ما داشته همین اویلوی مصلحت کرده کارامو میکنیم. یگان خیل کمیگری کشیدگامونی، یگان خیل بیادابی کردگامونی. اولا احترام یکدیگری احترام یکدیگر کردیم. من میخیل کردم ما 53 سال زندگی کردیم. 20 سال 21 سال باز هر دو ما نفقه ببرامدیم. زندگیمان بچه ها خدمت میکنند، کلنا خدمت میکنند، همشون کارگر، همشون خواندگی. اویلنده که البته پست بلند شدگی بود، لکن یک بالا کار مراسم میکردیم.
ҳамасола дар кишвар санаи 15 май рӯзи байналмилалии оила таҷлил карда мешавад. мақсадаш ин баланд бардоштани маърифати оиладорӣ ва мустаҳкам кардани решаҳои оиладорӣ байни оилаҳои ҷавон аст. ҳамчунин пешгирӣ аз пошхӯрии оила ва муноқишаҳо дар оиlavу ҷамъият ба ҳисоб меравад. гузориши Мафнуншукур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилооти хабар.